سلام بچه، اومدم بهتون یاد بدم که چجوری به شهر باستون یا همون انشن سیتی برید توی ماینکرافت 1.21 یا بهتر بگم تو ماینکرافت جیبی بزنید. خب اول از همه بازی پلی میکنید یا دنیای جدید اضافه بیاین توی این قسمت و این قسمت رو بزنید. حالا این صفحه که براتون باز شد این رو انتخاب کنید، این رو بزنید و بیاین توی این قسمتی که علامت اجاق گاز داره اینو بزنید. حالا بریم اینجا اومد چند تا دنیا الان بسام گذاشت. ببینید الان داره باز میشن. خیلی دنیای خفن داره. اگه فیلم ماینکرافت رو دیده باشین اصلا خبر داره. حالا ویسیم بیاد. خب الان قراره واردن ما اینجا میگیم اینو انتخاب میکنم بازی پلی. حالا بهتون میگم که چجوری بهش دست پیدا کنیم. خب حالا ما اینجا اسپان شدیم، همونطور که مشاهده میفرمایید. حالا از خودتون پرسید چرا توی قاره وارد اسپان نشد. من یه چیزی بهتون بگم، شما همتون همینجا اسپان میشید. حالا همین بلاکه که اینجا وایساده بودیم اینو بعد بکنیم. خب اول از هر چیز من یه چیزی رو فعال کنم. اگه اینو فعال کنم راحت تر کنم. بیاین تو قسمت تنظیمات، نمیدونم اون اسمش یادم، بعد توی همین قسمت که سبز رنگ این رو فعال کنیم. فعال شد. خب حالا بیایم بیرون. حالا می‌بینیم این بالای صفحه یه چیزی آورد. باید تا همون بلاک‌ها رو هی بکنید. افتادم توی خواهم. حالا بریم الان میرسیم به یه جای آبی و بریم پایینش. یه بلاک، یه 2-3 تا بلاک رو میکنیم که میرسیم به یه قاره دیگه. حالا بهتون میگم چه قاره. خب حالا بریم پایین. الان کم کم داریم به همون مقصدمون نزدیک‌تر میشیم. میریم پایین، میرسیم به یه همچین بلاک. اینو که بکنیم میریم پایین. همون که میبینید هنوز اون بالا چیز هستش، پس بازه همین باید هنوز هم بکنیم. هر وقت به 52 رسید اونجا یعنی تموم کافیه. خب 46 47 51 و 52. حالا این بلاک‌ها رو شروع میکنیم. 52 53 اینا میشه. خب حالا برای اینکه وقت رو تلف نکنیم یه TNT میذاریم و خودمون رو راحت میکنیم. TNT این بر. خب اوکی اینجا رو پر TNT میکنیم. اوکی خب فقط کافی یه دونه از این بلاک ها اینجا بذارم و بوم خدافظ. خب اینجا خب آیا بجون منفجر شد. خب آیا که من منفجر کردیم و یه راه عجیبه ایجا پیدا که اینجا همون سرزمین واردن یا بهتر بگم قاره واردن یا همون سرزمین گم شده باستانی که خیلی سرزمین معروفیه. حالا که باور نمی‌کنید بهتون نشون میدم. یادتونه یه پورتالی هم توی این سرزمین وجود داشته. حالا من پورتال رو بهتون نشون میدم. بفرمایید. این همون پورتالی که ما چندین سال برای پیدا کردنش توی قاره‌های ماینکرافت تلاش میکنیم. حالا بیافتیم زمین. حسکر رو روشن شد. اوکی بیاین اینجا رو ببینید. یه جای خیلی عجیبیه. همونطور که میبینید اینجا یه آزمایشگاهه که تکیه هاش هنوز کامل نیست. مثلا اینجا همونطور که میبینید این بلاک ها مزاحمن و شما باید این کامل و خدافظ. و توی ویدیو بعدی قراره اینجا رو بازسازی کنیم، یعنی تمیز مرتبش کنیم، حساب خوشگلش کنیم. و تا ویدیو بعدی خدافظ. و فقط بچه‌ها اگر بلدین چجوری این پورتال رو روشن کنیم حتما به من بگید.
What the fuck. خدافظ.